کمال کامیابی نیا از این بازی عبور میکنه. خود کامیابی تو پاش جدا میشه، برشید میبره به سمت راست. موقع بازیکن راهن داره ایجاد میشه در محوطه جریمه. سانت انجام میشه روی دروازه. رودریگو لوپز دیبل سرپای اونجا شلوغه و معلومه دارن چیکار میکنن بازیکن دو تیم و در نهایت تو به بیرون میره و ضربه دروازه یا خطا به نفع تیم استقلال گرفته شده. حنیف آمرزاده این سمت روی زمین افتاده، سمت چپ هم که دیگه احساس ناراحتی میکنه. آمرزاده مشکلی واسه ادامه بازی نداره. چرا محمدی لحظه دیدید اون سمت شیرزاده که بعدجوری از درد به خودش میپیچه. جواد شیرزاد دکتر ستوده بالا سر شفه دقیقه دکتر نوروزی